شام 12 ینور سال 2024 تقریبا ساعت 18:41 دقیقه در کیلومتر سوم روی ولایت نیژنی نوگورود روسیه اتوبوس پر از کارگران شرکت کرکاس منالیت به ماشین بارکش تمغه امور برخورد. در نتیجه 2 نفر راننده فور و یک مسافر اتوبوس به هلاکت رسیده، 10 نفر دیگر جراحات گوناگون برداشتند. ناظران کار ولایت نیژنی نوگورود خبر دادند که همه مسافران اتوبوس شهروندان تاجیکستان بودند. و اما ظفر مومنوف رئیس جمعیت تاجیکان سازمان نیژنی نوگورود امید به رادیوی آزادی گفت روز شنبه به بیمارخانه ولایت نیژنی نوگورود به نام سیماشکا که آسیب دیده های صدمه اخیر به آنجا انتقال داده شدن رفته از حال آنها خبر گرفت. به گفته او در میان مجروحان 3 شهروند تاجیکستان و 6 شهروند ازبکستان می باشند. مهاجران در بیمارستان به مومنوف گفتند که راننده اتوبوس آنها که شهروند روسیه بود در جای حادثه جان باخته است. سرایست کارهای داخلی ولایت گفت همه مسافران اتوبوس در روسیه بود و باش قانونی داشته در شرکت ساختمانی کرکاس منالیت با قراردادهای رسمی کار میکردند. این نهاد گفت که نسبت به راننده اتوبوس پرونده جنایتی گشودند. بنا به اطلاع پلیس راننده اتوبوس سال تولدش 1973 به سبب‌های هنوز ناروشن اسوده دوره واسطه نقلیات برآمده نتوانست و به سمت مقابل رو برآمده به ماشین بارکش برخورد. در پی این باز یک ماشین سبکروی راهگذر نیز به این فور و اتوبوس زده است. در روزهای اخیر این حلقه دومین صدمه پرقربانی مهاجران از آسیای مرکزی در روسیه است. روز 11 ینور سال 2024 یک ماشین مسافرکشی تمغه چک با رقم‌های ازبکستان در حدود ناحیه نیژنی ولایت پنزه به سمت مقابل رو برآمده و ماشین بارکش تمغه ولوو برخورد. در نتیجه 7 نفری که در ماشین مسافرکش سفر داشتند به هلاکت رسیدند. همه آنها شهروندان ازبکستان بودند. در رابطه با این صدمه نیز بر اساس ماده 264 کودکس جنایی روسیه پرونده گشودند. هر سال بیش از 1 میلیون نفر یا تقریبا نصف اهالی قابل کار تاجیکستان برای پیدا کردن روزی خانواده خود به خارج و خصوصا به روسیه به مهاجرت کاری می روند. هر سال در روسیه به دلایل مختلف تا 1000 نفر از مهاجران تاجیک می میرند. فلاکت‌ها در جای کار و جای زیست و بیماری ها و صدمه های نقلیاتی از علتهای عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه نام برده می شوند.